استفاده شد در مورد حریفان گوناگون دسته استقلال از جمله رگارد آغاز میکنیم. در خط دروازه رقم 55 یوگنی گریتسنکا، رقم 14 بختیار عبدالرحمن نوزیموف، رقم 9 عزیزبک حییتوف، رقم 17 دسته دمیتری چریشف. هیئت اولیه دسته استقلال در خط دروازه رقم 1 نیکولا ستوشیچ، اکپوجه، رقم 21 رومیش جلیلوف، رقم 19 احتم نظرف. این 3-1 است و همین طور دوستان گرامی چون بازی امروز آغاز می شود. عزیزبک حییتوف از کنار راست گزارش او رو میبینیم. ارسال توپ اما توپ قبول شد. باز هم فوتبالبازان دسته روشن امکانیت پیدا میکنن. وضعیت خطرناک است. فرصتی بهترین ضربه و دروازه‌بان ستوشیچ بسیار عالی برمیگرداند این ضربه. خیلی شماره زیادی مخلصان تشریف آوردند. اینجا پرتافت نوبتی توپ رو میبینیم و علی جان کرامت‌الله از ضربه کنجی ارسال توپ رو میبینیم و فرصتی بسیار خوب پیدا شد. محسن عبدالغفارов توانستند از این حالت بیرون شوند. ارسال بسیار هم خوب با مسافت دورتر است. به هر حال ضربه رو میبینیم بسیار خطرناک و توپ به ستون دروازه رسیده برمیگردد. چه ضربه خطرناکی بود از سوی عبدالرحمن نوزیموف. همین گونه است که اینجا فرصتی بسیار هم خوب و شادی مرادوف امکانیت داشت بعد از او. مخلصان دسته روشن برای قهرمانی در انتظار در موسم کنونی امیدوار شوند. وضعیت خطرناک است. باز هم ارسال توپ رو میبینیم و جوشوا اکپوجه این حالت رو ارسال نوبتی توپ نتیجه نداد. از دور ضربه بسیار خطرناک است در این لحظه ها، اما شادی مرادوف فاولی نوبتی این فوتبال باز اینجا پس میدهد به اولاولاوه و چگونه حالت هفته گلی بازیگران دسته استقلال در دقیقه 37. اولاولاوه عین‌ولی رو تبدیل کرده ایستادند، اما باید بگوییم که در برابر او نقش شادی مرادوف هم در راه اندازی این حمله بقایت بزرگ بود و ما و شما تکرارا میتوانیم ببینیم. شادی مرادوف پس میدهد به اولاولاوه، سپس او خواست پس دهد به عزیزبک حییتوف و اینجا فوتبال بازی دسته استقلال اگر خطا نکنم احتم نظرف بود. بازی در پیش است و رویدادهای دیگری مهم و جالب ما و شما رو انتظار هم هستند و وجود دارند. عزیزبک پاسیو اولاولو و عین‌ولی اولین شده به توپ میرسد. در این حالت توپ رو نگاه می‌دارد. پاسیو وضعیت خطرناک است و دروازه‌بان ستوشیچنکا علیشیر جلیلوف در نزد توپ ضربه میزند راست سوی دروازه و گریتسنکا این حالت رو برطرف میکند. با هم دستش برگردون. تبریز اسلاموف باشد ارسال توپ رو انجام میدهد و چی شانسی خوبه رو از دست میدهند بازیگران فوتبالبازان روشن بیشتر برتری رو در اختیار دارند. وضعیت خطرناکی نوبتی میتواند به میان آید. ارسال توپ رو میبینیم دروازه‌بان برطرف کرد و دروازه خالی بود اما جمع هفتید اما از جای خود برخاست و مبارزه رو دوام داده است. دست این فوتبالبازی جوان امکانیت برای بازیگران دسته استقلال. پس با لورنس پرتافتی جوابی به کنار راست اینجا امکانیت هست. ضربه رو میبینیم و دروازه‌بان امیربک جورابویف ارسال توپ رو انجام میدهد و شانس برای استقلال رو بگیرد. پرتافتی بسیار خوب صدیق جان قربانوف باز یک ارسال دیگر اما این حالت برطرف نشد. ادامه هجوم رو میبینیم. فوتبالبازان دسته استقلال تلاش زیاد دارند. داور اشاره میکند که بازی باید دوام یابد. هرچند پیشنهاد میکنند میدونید در صحنه تکراری این چیز رو دیدنتون ممکن است. در چند از بازی‌ها در حالت اساسی بود اما بعداً آسیب گرفت و یک مدت از حالت اولیه بیرون موند. وضعیت خطرناک است در حال با اشتراک فوتبالبازان دسته استقلال. در نوبت خود دسته روشن رو هم در مهمه رقابت‌های بسیار سنگین و پرشدت انتظار بود و طور ما دیدیم اینجا گزارش بسیار خطرناکی فوتبالبازی استقلال در نهایت کار نتیجه نداد. دیدیم در همان لحظه آن بحث و مناظره ها باعث بر آن شد که چون یک نافهمی به میان آید. تمام دوستان گرامی 1-0 غلبه کرد بر عوض گل به خودی و یا اینکه هفته گلی که احتم نظرف داشت.